اینجا دانشنامه معلولیت است و تلاش میکنیم دسترسی عموم رو به اطلاعات درست و علمی انواع معلولیت ها و گروه های معلولان هموار کنیم. اما این برنامه درباره یک پدیده مهمی است در جامعه معلولان که یک طنز پرداز کوتاه قد چینی هست که این کوتاه قد توانسته 10 میلیون فالوور و بیننده داشته باشه. کارش اینه که تولید طنز میکنه و در یوتیوب به نمایش میگذاره و از این طریق کسب درآمد میکنه. درآمد این طنز پرداز کوتاه قد رو میتونید از هوش مصنوعی بپرسید. رقمی که میگه واقعا اعجاب آوره. اما کوتاه قدی، کوتوله یا انگلیسی دیوارف، این امروزه جزء معلولیت هاست، مخصوصا اگر از یک حدی کوتاه‌تر باشند و ناتوانی در انجام امور روزمره داشته باشند. اما در گذشته این گونه آدم ها دستمایه تمسخر و خنده بودند و اینها رو منسوب به جن و پری میدونستند و معتقد بودند جامعه باید فقط برای خنده از اینها استفاده کنه و اینها رو ایزوله میکردن و ارتباطات اجتماعی اینها رو قطع میکردن. ولی امروزه این طنز پردازان، یعنی این کوتوله قدها، درس خوندن، مهارت یاد گرفتن، در همه کشورها تشکیلات دارن، تشکل دارن و فعالیت میکنن و بسیار آدمای پر جنب و جوشی هستند و به درآمدهای خوبی هم رسیدن. اما این کوتوله چینی که در یکی از کانال‌های یوتیوب فعالیت داره و ویدیوهاش به نمایش گذاشته میشه، اسم این کانالش هست اریتیبل یانگ من. اریتیبل یانگ من، خود اریتیبل یعنی تحریک پذیر یا زود تحریک، یا کسانی که زود کلافه میشن، زود عصبانی میشن. اساساً این ویدیوهای طنز غیر از سرگرمی و ایجاد خنده و شادی برای مردم، برای بینندگان، غیر از این میخواد یک مسئله مهم اجتماعی رو هم موشکافی کنه، بررسی کنه و خط بده به جامعه. اون مسئله اینه که در دوره مدرن بر اثر توسعه شهرنشینی و زندگی ماشینی معمولاً افراد اعصاب درستی ندارند و با اندک تحریکی عصبانی میشن و بسیاری از جرم و جنایت ها و مشکلات اجتماعی و درگیری ها بر اثر همین مسئله است. این طنزهایی که این کوتوله ساخته و در یوتیوب گذاشته و میلیون ها بازدید کننده داره، میخواد بگه که باید آدم ها زود تحریک نشن، زود عصبانی نشوند و یا در مواردی که باید تحریک بشن عکس العمل نشون بدن. کجاها هست این مسائل رو میخواد بگه. یعنی روی کرده طنزش یه طنز هم شادی آوره هم آموزشی هست. اما اهمیتی که این مرد
کوتوله چینی آفریده یک پدیده جدیدی هست که سابقه نداشته. یعنی تصور بکنید در ظرف چند سال، 4 سال یا 5 سال 900,000 مشترک پیدا کرده و 10 میلیون بازدید کننده و این پدیده بسیار بسیار مهمی هست و بقیه معلولان باید یاد بگیرند که از این روش ها به درآمد، به افزایش منزلت اجتماعی خودشون برسند. البته در همه کشورها افراد کوتاه قد، کوتاه قامتان فعالیت‌های بسیاری دارند. مثلا در ایران هم اسدالله یکتا، رشید اصلانی، علی ابراهیمی، امید علی مردانی و دیگران که جزء کوتاه قامتانند فعالیت‌های هنری، سینمایی، تئاتری بسیار در 6-7 دهه اخیر داشتند که در ویدیوهای آینده به اونها خواهم پرداخت. اما این لیلیپوت چینی در ایران به کوتاه قامتان گفته میشه لیلیپوت. علتش رو بعداً خواهم گفت. این طنز پردازی است که از این جهت که میلیون ها نفر رو تو نتوانسته جذب کنه، این پدیده جدیدیه. خب مفاد و محتوای طنزهاش رو گفتم. غیر از سرگرمی و شادی آفرینی، مثلا میگه که بعضی مردم الینه و غرق در خود میشن و به پیرامون خود توجه ندارند و اگر در پیرامونشون حادثه مهمی اتفاق بیفته توجه نمی کنند. این رو در قالب طنز بیان میکنه. یا مثلا به دزدی و کلاهبرداری گاه توجه نمی کنند، مسئولیت خودشون رو مردم انجام نمیدن. اینا رو با زبان طنز میگه. به هر حال این ویدیوهای طنز این چینی که آدرسش رو من نوشتم اینجا میتونید مراجعه کنید، این نشون میده که معلولانی مثل حتی کوتاه قامتان که قبلا عقب مانده دانسته میشدن امروز طنازان مهمی هستند که بیش از هنرمندان معروف دیگر توانسته‌اند جامعه رو تحت تأثیر قرار بدهند. متشکر. محمد نوری.